به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. لا اقسم بیوم القیامه، قسم میخورم به روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و قسم میخورم به نفسی ملامتگر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، آره، ما قادر هستیم که سرنگشتهایش را برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه آدمی میخواهد که در آینده نیست به کارهای ناشایسته پردازد. یسأل ایان یوم القیامه، میپرسد روز قیامت چی وقت خواهد بود؟ فاذا برق البصر، روزی که چشمها خیره شود و خسف القمر، و ماه تیره شود و جمع الشمس والقمر، و آفتاب و ماه در یک جای جمع آیند. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان در آن روز میگوید راه گریز کجاست؟ کلا لا وزر، هرگز پناهگاه نیست. الى ربک یومئذ المستقر، قرارگاه همه در این روز نزد پروردگار توست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، در این روز آدمی را از هرچی پیشا پیش فرستاده و بعد از خود گذاشته است خبر میدهند. بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکه آدمی خود را نیک میشناسد ولو القی معاذیره، هرچند به زبان عذرها آورد. لا تحرک به لسانک لتعجل به، به شتاب زبان به خواندن قرآن نجنبان. این علینا جمعه و قرآنه، که جمع آوردن و خواندنش بر عهده ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، چون خواندیمش تو آن خواندن را پیروی کن. ثم این علینا بیانه، سپس بیانی آن بر عهده ماست. کلا بل تحبون العاجله، آره، شما این جهان زودگذر را دوست می‌دارید و تذرون الاخره، و آخرت را ترک می‌کنید. وجوه یومئذ ناظره، در آن روز روی‌هایی هست زیبا و درخشان الی ربها ناظره، که به سوی پروردگارشان نظر می‌کنند. و وجوه یومئذ باسره، و روی‌هایی هست گرفته و ترش، تظن ان یفعل بها فاقره، کی می‌داند آن عذابی
کمر شکن بر او فرود آید. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. آره، چون جان به گل رسد و گفته شود که چی کسی است که افسون بخواند و ظن انه الفراق. و یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده. والتفت الساق بالساق. و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. إلى ربك يومئذ المساق. آن روز راندنش به سوی پروردگاری توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نه تصدیق کرده است و نه نماز گزاریده است، اما دروغ برآورده و روی گردانیده است. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. آیا انسان میپندارد که او را به حال خود وا نگذاشته اند؟ ألم يك نطفة من مني يمنى. آیا او نطفه از منی که در رحم ریخته شده نبوده است؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. سپس لخته خون آنگاه به اندام درستش بیافرید. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. و آنها را دو صنف کرد، نر و ماده. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آیا الله قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟ به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یکی شما را در الهیدگی خوش آمدید میگویم. امروز نیز برنامه ما زنده مستقیما پیشنهاد شما می شود و ما و شما به مثل هفته های گذشته سوال های خیلی و آسان و عادی را انتخاب کردیم تا که یک معلوماتی خوب امروز گیریم یک جای با شما، تا که توانیم امروز نیز روزمان را، شاممان را پر برکت گذرانیم انشاءالله. و تماشابینان عزیز، من این لحظه الکی کد را آماده کردم، گیم پین را من این لحظه اعلان میکنم، شما نوشته کنید و آهسته آهسته وارد شدن گیرید و تا داخل شدن شما به بازی دانش و سنجش ما می توانیم یک نواری کوتاه از شبکه حکمت تماشا کنیم و همه آنهایی که این لحظه پیوست شدید و ما را تماشا میکنید، از شما خواهش میکنیم لایک مانید تا که تماشابینی ما زیاد شود، تا که آنهایی که میخواهند با شما رقابت کنند زیادتر پیوست شوند. و دفعه گذشته به ما گفتند که اعلان کنیم چگونه میتوانید شما وارد برنامه ما شوید و اشتراک کنید و این لحظه من یک بار دیگر گفته میگذارم در کنار من شما میبینید چگونه طرز وارد شدن به kahoot.it است و شما از تلفن موبیلتان به kahoot.it داخل میشوید
و با واسطه کامپیوتر یا اینکه با واسطه تلویزیون در یوتیوب میتوانید ما رو تماشا کنید و کد رو چنانکه که من گفتم کد رو من اعلام میکنم، شما با واسطه آن همان کد داخل برنامه میشوید. خب کد رو در خواهش میکردم که در چت نوشته نکنید، تنها من اعلام میکنم، با حرف ها مدیراتور نوشته میکنند و شما میتونید با واسطه آن داخل برنامه شوید. 254 28 68 کدی اولینی برنامه ما. 254 28 68. خب یک نفر علاقه مریم داخل به برنامه شدند. من امیرا علی شهریار خوش آمدید. 254 28 68 ابراهیم صباحت شما نیز خوش آمدید. خب چونی نوشته میکنیم 254 یا اینکه میتوانیم شماره 5 شماره اولش رو من خودم نوشته میکنم در چت و 2 شمارهش رو با حرف ها نوشته میکنم. 254 28 68 254 28 68. خب تا همگان داخل شدن به برنامه ما یک نوار تماشا میکنیم و بعد از آن برمیگردیم، چون در واقع ببینید که اکثریت ما و شما انیقترش همه آنهایی که این لحظه ما رو تماشا میکنند در عائله مسلمان به دنیا آمدند و این یک بهترین نعمت است از جانب الله سبحانه و تعالی برای هر یک ما، چون ما مسلمان تولد شدیم. اما انسان هایی هستند که آنها از این نعمت بی بهره هستند و هر کسی که مسلمان به دنیا آمد و مسلمان از دنیا رفت خوشبختترین انسان است. از این دیگر زیاد چیزی از الله سبحانه و تعالی طلب نمی کند. بیهوده من این سخنها رو نگفتم تماشابینان عزیز و این لحظه من میخواستم همون نوار رو برای شما پیشنهاد کنم و بعد از اون برمیگردیم. شما داخل شدن گیرید آهسته آهسته، چون در چت نوشته کردند گیم پین رو. ما این نوار رو انشالله که خودی حاضر تماشا میکنیم. 3 سال پیش من در شعبه احیا بودم در حالت مرگ کلینیکی و این آواز خیلی آوازی زیبا به من آمد و گفت من میخواهم که تو برگردی و درباره اسلام بیاموزی. من در مرگ کلینیکی یعنی کوما بودم و او مرا باز پس گرداند و به من گفت تا درباره اسلام بیاموزم. میدانید من هیچگاه آیید اسلام نمیدانستم. میدانید مسلمان ها، من فکر میکردم که آنها گروه از تروریستانند. من با یوسف گفتنی شخص شناس شدم. او به خانه من آمد و من کلمه شهادت را گفتم و مسلمان شدم. در آن لحظه آنچنان احساسی عجایبی به من آمد، آن به مانند گویا از وزبینی دنیا رها شدم و من هیچگاه خود را چنین خوشحال احساس نکرده بودم. بعد آنه که برای مسلمان شدن کلمه را عرضه کردم و برای مسلمانی خوب شدن، دیگر من گوشت خوک را ترک کردم. من دیگر عرق نمی نوشم. من در آرامی هستم. همه اهل عائله من نصرانی هستند و من عید دین با آنها گپ نمیزنم، چون که من آنها را برگردانده نمیتوانم. اما من به الله دعا میکنم به آنها کمک کند. آنها به من گفتند که من دیوانه شدم و آنها به من گفتند که چگونه تو میتوانی مسلمان شوی.
آنها فکر میکردند که مسلمان ها تروریستند. میدانید من این را از عائله خودم شنیدم. آنها عیسی مسیح را خدای یگانه گفته اعتقاد میکنند. میدانید ولی من عیسی مسیح را همچون یکی از پیامبران بهترین گفته اعتقاد میکنم، اما خدا یکتا و یگانه این الله می باشد. اسلام یگانه راه می باشد برای هدایت. برادران و خواهران، من حالا زنده ام، اما وقتی که برای به جنتش وارد کردن الله مرا فریاد میکند، آنگاه من با آسودگی میمیرم، چون که من میدانم که من مسلمانم. میدانید آدمان از بالای من مسخره میکنند، به من فرق ندارد، برای آن که من آنچه در دلم هست میدانم و آن اسلام است. این است قصه من برادران و خواهران. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای آنهایی که نوکک واردی برنامه ما شدند، در واقع یک قصه تاثیر بخش بود از جانب همین نفری که نقل میکند و واقعا ببینید این معجزه های الله است و آیا ما به قدر آن نعمت الله که به ما داده است میرسیم؟ الله کند که از شکرگزاران باشیم. و بیایید اکنون میبینیم چند نفر وارد برنامه شدند این لحظه و تا که توانیم برنامه را خود این لحظه آغاز کنیم. اینجا من میبینم خب 28 نفر وارد برنامه شدند و من آماده هستم که این لحظه 29 نفر برنامه را آغاز کنم، چون در قسمت اول و در قسمت دوم انشاءالله که آنهایی که میخواهند اشتراک کنند زیادتر میشوند و ما و شما این لحظه آماده هستیم و بسم الله آغاز میکنیم. قسمت اول درباره پیامبران است. سوال اول: با کدام پیغمبر الله زبور را فرستاده است؟ وریانت ها: یونس، داوود، یوسف و یا موسی. وریانت های شما: با کدام پیامبر الله سبحانه و تعالی زبور را روان کرده است، فرستاده است؟ بله. اینک ما 30 ثانیه وقت داریم تا آن که شما جوابهای وریانت های درستی خودتان را پخش کنید. 15 نفر جواب درست گفتند بله، به داوود علیه السلام زبور فرستاده شده است و چت را نگاه میکنم. در چت نیز اکثریت فعال هستند. صدرالدین شهابوف اولین و باز ایشان غیاسف اولین شده جواب درست گفتید. تبریک میکنم و 15 نفر جواب درست گفتند. همگی خیلی کمترین ها جوابشان نادرست بود و میبینیم که به پیش برآمد. شهریار در جای اول، پیروان سنت القاری محمد و ابراهیم آنهایی که در جایهای اول قرار دارد. تبریک میکنم شما را. و سوال دیگر میگذاریم. سوال دوم: این پیغمبر را الله با بیماری امتحان کرد. داوود، سلیمان علیه السلام، ایوب یا نوح علیه السلام؟ کدام پیغمبر را الله سبحانه و تعالی با بیماری امتحان کرد؟ خب آنهایی که نمیتوانند واردی برنامه شوند، شما میتوانید دانش خودتان را در چت ما بسنجید و جوابهای خودتان را نوشته کنید. خیلی خوب، چت ما خیلی فعال است و همگان تقریبا که همه جوابی درست گفتید. 22 نفر گفتند ایوب. بله، ایوب علیه السلام با بیماری امتحان شده بود از جانب الله. بیایید میبینیم که به پیش گذشت. پیروان سنت محمد، القاری، ابراهیم، مریم آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارند.
اما چت رو من نگاه میکنم، چت برنامه خیلی فعال هست و تقریبا که همه شما جوابی درست گفتید. از این رو من خب جواب ها رو نمیخونم و به نهایت رقابتی خوب و دوام میدهیم. سوال سیوم: کدام پیغمبر با یک ضربه آدم را به قتل رسانید؟ موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، اسماعیل، یوسف. کدام از آنها با یک ضربه آدم را به قتل رسانید؟ اینک جواب های شما و چت ما میبینم که خیلی و خیلی فعال است. همگی 30 ثانیه وقت داریم. جواب های خودتون رو میتونید نوشته کنید تماشابینان عزیز. و 21 نفر جوابی درست گفتند. بله، موسی علیه السلام با یک ضربه یک نفر رو میکشد و بعد از آن از شهرش بیرون می شود. و میگذاریم به هم میبینیم کی به پیش برآمد و بعد از آن به سوال دیگر. پیروانی سنت القاری محمد ابراهیم صحیح بخاری، آنهایی که در جای اول قرار دارد. شما را تبریک میکنم. سوال 4: آیا الله موسی را به قتل آدم ببخشید؟ وقتی که موسی علیه السلام یک نفر را میکشد، الله میبخشد او را؟ نه، چون کشتار گناهی عظیم است، نمیدانم و معلوم نیست. بله، پیغمبر توبه کرد و الله ببخشید وی را. کدامش جوابی درست، وریانتی درست است؟ نوشته کنید. هر آن نفرانی که نمیتوانند داخل برنامه شوند، شما میتوانید در چت ما نوشته کنید و خودتان دانش خودتان را میتوانید بسنجید. الله پاک است. ببینید، یک نفر هم جوابی خطا نگفت. 23 نفر جواب گفتند و همه جوابی درست گفتند. بله، پیامبر توبه کرد و الله ببخشید وی را. و درباره همین موضوع در سوره قصص، سوره 28 در سوره داستان معلومات خیلی خوب آمده است و انشاءالله ما MP3 اش را در تلگرام ماندیم و آنهایی که داخل تلگرام هستند آنها شاید که گوش کردند، یعنی شنیدند ترجمه معنای آن را. و انشاءالله روزهای نزدیک نوار نیست تیار می شود، شاید تا آخری ماه باشد. انشاءالله نوار که تیار شد حتما شما معلومات پرتر در این موضوع خواهید گرفت. بیایید میبینیم که به پیش گذشت. پیروان سنت القاری محمد ابراهیم صحیح بخاری، آنهایی که در جای اول هستند و 3 نفری بالا بودن پی هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتند. اینک میگذاریم به سوال دیگر. 2 مراتب خالی زیاد. بعد کشتار موسی علیه السلام چی گفت؟ گفت که این کاری شیطان بود، هر آینه او دشمنی گمراه کننده آشکار است، یا اینکه چیزی نگفت و از پی کارش رفت. این تقدیر از جانب الله بود. گفت الله تعالی پناهگاه به من ده. چنین گفت. کدامش درست است؟ جوابهای خودتان را نوشته کنید. خب خیلی خوب. کمترین جوابی درست گفتند و 7 نفر بود آن نفرانی که جوابی درست گفتند و من اینجا میبینم خودی حاضر معلوم میشود جاها عوض میشود، چون 2 مراتب خالی زیاد بود و آنهایی که خطا گفتند آنها به پایان رفتند و آنهایی که درست گفتند آنها به زینه‌های بالا برآمدند. و بیایید اکنون قوه میبخشیم گفته های خودمان را. بعد کشتار موسی علیه السلام چی گفت؟ این در سوره قصص یعنی داستان آیت 15. و چنانه که گفته گذاشتیم تماشابینان عزیز، ما سوره قصص را الکی در تلگرام جای دادیم و آنهایی که در تلگرام ما هستند همین موضوع را خوبتر گوش کردند، الکی آنها باخبر هستند. و من عیناً میخونم این لحظه از
از تفسیر روشی میسر. سوره قصص آیت 15. بخبر از مردم شهر به شهر داخل شد. ناگهان دو تن را دید که با هم می جنگیدند. یکی از آنها از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش. پس آن که از پیروانش بود بر ضد آن دیگر که از دشمنانش بود از او یاری خواست. پس موسی علیه السلام مشتی محکم بر او زد و او را کشت. گفت این کار شیطان بود، هر آینه او دشمنی گمراه کننده آشکار است. یعنی همین 7 نفری که رنگی سرخ را انتخاب کردن جواب درست گفتند. و این لحظه میبینم که 92 نفر تقریبا ما را تماشا میکنند، اما لایک را میبینم که خیلی کم است. از شما خواهش میکردم که همه آنهایی که ما را تماشا میکنید لایک مانید تا که تماشابین ما زیاد شود. و ما دفعه گذشته نیست یک جای با شما گفتیم که از لایک ما مبلغ به دست نمیآوریم. لایک ماندن شما تنها تقسیم کردن نوار به دیگران است و از شما خواهش میکردم تا دیدنی آن نفرانی که به پیش برآمدن شما لایک های خودتان را مانید. الله به شما جزای خیر عطا کند. الحمدلله بعد سخنهای ما چند نفر الکی لایک گذاشتند و از این کسی ضرر نمی بیند و کسی مبلغ صرف نمی کند و ما نیز مبلغ کار نمی کنیم، برای ما لازم نیست. انشالله که ما خیر را به هم دیگر تقسیم می کنیم. الله جزای خیرتان دهد. حالا هم 91 نفر هستیم اما لایکمون به مثل تماشابینمون نشده است. 88 نه. تشکر زیاد. و خب انشالله که دیگران نیست این لحظه ها پیوست می شوند و آنهایی که آبونه نیستید آبونه شوید تا که برابری پخش برنامه همون شما از برنامه با خبر می شوید. اینک می بینیم که به پیش برآمد پیروان سنت، القاری، صحیح بخاری و محسن، آنهایی که در جایهای خوب قرار دارید. من شما را تبریک میکنم و ما دوام میدهیم. الله جزای خیرتان دهد. تماشابینان عزیز، همه آنهایی که این لحظه ما را تماشا میکنند، اکنون من میبینم که 93 نفر تماشا میکنند و 93 نفر لایک گذاشتند. الله از شما راضی باشد و از عملهای شما و خیری ما و شما را قبول گرداند. بیایید میگذاریم به سوال 6. جین ها می توانند پیشگویی کنند؟ بله، الله جین و فرشتگان می توانند. خب نه، غیر از الله کسی نمی داند. بله، جین ها می دانند. و وریانت دیگر فالبین می داند چون که با جین همکاری دارد. کدامش درست است؟ جین ها می توانند پیشگویی کنند. کدام وریانت از آن وریانت هایی که پایان است درست است؟ خب 16 نفر جوابی درست گفتید. صمیمانه تبریک میکنم. نه، غیر از الله کسی نمیداند. غیب رو پیشگویی کرده نمیتواند. و 4 نفر گفتند که فالبین میداند چون که با جین همکاری میکند. نه فالبین میداند و نه جین. یگان تاش نمیتواند پیشگویی کند بجز الله. یگانه از آن چیزی که در پیش است بجز الله کسی دیگر از مخلوق الله با خبر نیست و نمی شود. و آنهایی که مثلا میگویند که فالبین میداند، البته به فریبی انا همان مکارها دوچار آمدند. یعنی فالبین چیزی را پیشگویی کرده نمیتواند و وی در گناهی عظیم است، در شرک است و الله نیز وی را نمیبخشد، چون الله به این گونه انسان ها، به مکار و به فالبین و به مثل آنها دوزخ ابد را وعده کرده است، چون آنها در شرک هستند. دلیل ها باشد در آیات های قرآن است و از این پس شما میتوانید که جستجو کنید و امروز ها جستجو کردن معلومات خیلی عادی و آسان نیست شده است. خب بیایید میبینیم که به پیش برآمد.
پیروان سنت در جای اول القاری، صحیح بخاری، بخاری و محسن، آنهایی که در جایهای اول هستند و حکمت و نیز به بالا برآمدند، به 4 زینه بالا برآمدند. و کوشش کنید شما نیز میتوانید پس از چند لحظه دیگر آنهایی که با ما هستند با جواب درستتان شما نیز به پیش گذشته میتوانید. و میگذاریم به سوال دیگر. سوال هفتم. صدای زیبا داشت، پرنده ها نزدش می آمد، از آهن به آتش هرچی می ساخت. نسل یعقوب و پدری سلیمان بود. کی بود؟ این پیامبر سلیمان علیه السلام، اسحاق، آدم یا داوود؟ کی بود؟ درباره کی سخن می رود؟ جواب های شما. صدای زیبا داشت، پرنده ها نزدش می آمد، از آهن به آتش هرچی می ساخت. نسل یعقوب و پدری سلیمان بود. کدام وریانت است؟ بله، 16 نفر جواب درست گفتند و کمترین جواب خطا گفتند. داوود علیه السلام بود. و تا امروز ها ما یک قصه پیامبران این گونه کتاب ها بود، ولی نه آنقدر شاید که بعضی نوشته ها به حرف های کریلی صحیح بود. از این خاطر ما عین حال در جستجوی همین کتاب هستیم. انشاءالله وقتی که کتاب رو پیدا کردیم درباره حیات پیغمبران، انشاءالله سلسله برنامه ها کوشش میکنیم برایتان پیشکش کنیم تا که معلومات زیاد پیدا کرده باشیم، چون قصه های قرآنی درباره پیغمبران در قرآن کریم آمده است، اما تفسیر آن مکملتر در کتاب های الهیده بود، ولی عین حال ما تا حال آن کتاب رو دسترس نکردیم و انشاءالله که حتما وقتی پیدا شد سلسله برنامه برای شما پیشنهاد میکنیم تا که باور کنید به نهایت قصه های شنیدنی است، تماشاباب است و انشاءالله که اگر الله خواسته باشد دست یافتیم به کتاب، حتما آن کتاب را پیشکش شما خواهیم کرد طریق ویدیویی یا اینکه اودیوییش را. میبینیم که به پیش گذشت. القاری به پیش، پیروان سنت جای دوم، محسن، صحیح بخاری، حکمت تیوی، آنهایی که در جایهای اول قرار دارند. و باز یک نفر دیگر روس LSN، این نفر هم 5 زینه بالاتر برآمدند. تبریک میکنم شما را. به سوال 8 میگذاریم. کدام پیغمبر را نهنگ فرو برد؟ یوسف، ادریس، یونس، اسماعیل علیه السلام. کدام از آنها؟ یعنی ماهی. و من فکر میکنم که این سوال را ما پیشتر نیست در برنامه در کدام از برنامه ها استفاده کرده بودیم. من چت رو نگاه میکنم، فعال است. بعضی ها گفتند یونس، بعضی ها گفتند یوسف. بله، یونس علیه السلام. و اکثریت در چت جواب درست گفتند. یک کسی جان مرادوف، دیگر فروخ سنگوف، صدرالدین شهابوف، نصرالدین زاقوف. شما جواب های درست گفتید و 26 نفر دیگر آنهایی که این لحظه ما رو در برنامه ما اشتراک میکنند شما نیز جواب درست گفتید. بیایید ببینیم که به پیش گذشت. القاری در جای اول، پیروان سنت، محسن، صحیح بخاری، حکمت و آنهایی که در جای اول و جایهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. و سوال 9، فرمان کدام پیغمبر آدم و جین، حیوان و حتی شمال اجرا میکرد؟ سلیمان علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، محمد صلی الله علیه و سلم یا آدم صفی الله. اینک جواب های شما و من میبینم که خیلی فعال هست. 28 نفر این حال جواب گفتند. خیلی خوب. بله، 24 نفر جواب درست گفتید. سلیمان علیه السلام و فرمان سلیمان علیه السلام را به قدرت الله
آدم و جین و حیوان و حتی شمال نیز اجرا میکرد. کی به پیش گذشت؟ القاری با 10,000 خال، پیروان سنت، محسن، صحیح بخاری و حکمت، آنهایی که در جای اول قرار دارند و پیروان سنت پای هم به همه سوالهای ما 9 سوال جوابی درست گفتند. ماشاءالله، خیلی خوب. و آنهایی که در پیش هستند من فکر میکنم که تقریبا به همه سوال شما درست جواب گفتید، چون کسی که جوابش حتی اگر یک جواب نیز خطا شود به زینه های پایان میفرایند. و میگذاریم به سوال آخران. در دوره حضرت آدم از آدم دیده بلندترین قد انسان بود؟ بله، همه اون زمان بلندتر بودند و ما معلوم نیست نه از همه بلند آدم یعنی آدم بود یا اینکه نمیدونم. در دوره حضرت آدم از آدم دیده بلندترین بود؟ اینک جواب های شما. چند نفر علاقه جواب گفتند؟ خیلی خوب. و 20 نفر جوابی درست گفتند. نه، از همه بلند آدم صفی الله بود، یعنی که از همه بلندترین و غیر از وی کسی نبود که بلند باشد. معلومات درباره این باز هم به زبان روسی خیلی زیاد است. در شبکه های اجتماعی شما می توانید جستجو کنید یا بید و مطالعه کنید، اما افسوس تا حال به زبان تاجیکی من دسترس نکردم و دسترس که کردیم حتما چنانه که ما پیشتر گفتیم از آن استفاده میکنیم و شما باز معلومات های زیادتر پیدا میکنید. و این لحظه برنامه ما برنامه است که ما لقمه برای شما پیشنهاد میکنیم تا که شما در جستجو باشید. چرا برنده برنامه چنین گفت؟ آیا همین طور هست؟ و دیگر از پی جستجو کردن معلومات میشود. چون من باری دیگر تکرار میکنم، پیشتر هم گفته بودم ما آدمی هستیم، در بعض جا شاید که به خطاگی تکنیکی راه میدهیم یا در بعض جا خود ما خطا میگوییم. از این خاطر شما باید که محقق باشید، تحقیق کنید، جستجو کنید یا بید و جواب درسته را پیدا کنید. ما باشیم اگر خطا کرده باشیم از الله سبحانه و تعالی طلب آمرزش میکنیم. اینک بیایید میبینیم که به پیش گذشت و کی برد کرد. در جای سیوم محسن، شما رو تبریک میکنم محسن. جای دوم پیروان سنت جای دوم و جای اول. القاری در جای اول تبریک میکنم و صحیح بخاری و بخاری جای 4 و 5 را سزاوار شدند. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. و تماشابینان عزیز، بیایید این لحظه من قسمت دیگری بازی را تیار میکنم تا که ما و شما توانیم اشتراک کنیم و من صمیمانه محسن القاری پیروان سنت، آنهایی که در 3 جای اول قرار دارند تبریک میکنم. واقعا بازی خوب بود، واقعا رقابتی خوب داشتیم با شما. من قسمتی دویومی برنامه رو این لحظه آماده میکنم و قسمت دویومی برنامه ما نیز خیلی عادی و آسان است و این لحظه کد رو برای شما اعلام میکنم تا که شما داخل شده توانید و در مدتی چند دقیقه دیگر، تقریبا اگر خطا نکنم 6 دقیقه، یک نوار تماشا میکنیم. نوار از سوره رقم 66 تحریم و تفسیر آن از کتاب تفسیر آسان بیان. خیلی خوب و خیلی عادی نقل کرده شده است، گفته شده است و واقعا در شبکه زمانی دانستان ما آن همین تفسیر چند آیتی سوره تحریم را جای دادیم. شما البته که میتوانید جستجو کنید و
بعدا تماشا کنید آن وقتی که شما خالی می شوید. و در واقع در همین آیت 1 و 2 تنها 2 آیت را ما خواندیم و در همین 2 آیت چقدر مضمون دارد و باقی مانده قسمت های دیگری آیت ها چنانکه که گفتم در شبکه زمانی دانستن است و حتما که شما داخل شوید و آن را جستجو کنید و مطالعه کنید یا اینکه تماشا کنید. اینک 585 76 86 آنهایی که میخواهند در دانش و سنجش ما مستقیما اشتراک کنند. خب مرحمت نوشته کنید. محمد شهریار علاقه وارد شدند. 585 76 86 مدیریتور رو خواهش میکردم که در چت نوشته کنند. من رقم های اول رو نوشته میکنم اما 86 را باشد با حرف ها نوشته میکنم. 585 76 86 آنها خیر کردم. بسم الله. 585 76 86 شما میتوانید این لحظه ها وارد شدن گیرید تماشا بینان عزیز و ما کوتاه آن نوار رو تماشا میکنیم و بعد از نوار بازی را آغاز میکنیم. و آنهایی که نوکک داخلی برنامه شدند از شما خواهش میکنم که لایک گذارید تا که دیگران نیز توانند تماشا کنند برنامه ما را و بهره گیرند و بهره گیریم یک جای با شما. خب این لحظه نوار تقدیم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. ای پیغمبر، چرا آن چیزی را که حرام می‌گردانی که الله برای تو حلال ساخته است مگر خوشنودی زنان خود را می‌طلبی و خدا آمرزگار و مهربان است. مفسران عالی قدر سبب نازل شدن این آیت را با 2 روایت شرح دادند. هر 2 روایت هم قابل قبول بوده. در آن جای تعجب نیست. روایت اول این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نوبت همسرش حفصه رضی الله عنها دختر امیر المؤمنین عمر بن خطاب در خانه حفصه رضی الله عنها با ماریه قبطیه در خلوت خاص بود. حفصه از آن آگاه گردید. رشک زنانش خروج کرده بی‌طاقت شد و اظهار رنجش و ناراضگی کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر تسکین دادن و رفع رنجش حفصه رضی الله عنها با او گفت اگر ماریه قبطیه را که مادر فرزند من ابراهیم است برای خود حرام خوانم راضی می‌گردی؟ حفصه در جواب گفت بله. پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ماریه را بر نفس خود حرام خواند و به حفصه گفت که این سر بین ما پوشیده بماند و کسی نباید آگاه شود. اما حفصه رضی الله عنها عهد را شکسته این سر را به زوجه دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها دختر نخست خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه آشکار کردند. آنگاه این آیت کریمه نازل گردید. روایت دوم این است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم
نزد همسرشان زینب عسل تناول کردند و خیلی نزد وی معطل ماندند. این به زوجه های پاک حضرت عایشه رضی الله عنها و حضرت حفصه رضی الله عنها گران آمد، یعنی مشکل بود. آنگاه با هم به اتفاق آمدند که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد کدام یکی از ما بیاید با او میگوییم که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از دهانت بوی گل معافیر می آید. معنای گل معافیر یک نوع درختی بود که بوی ناخوش و غزیل داشت. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدی آشامیدن عسل از نزد زینب به نزد عایشه آمد، آن کس به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند یا رسول الله، از دهان شما بوی معافیر می آید، یعنی بوی بد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من معافیر را ننوشیدم، ولی در خانه زینب کمی عسل آشامیدم. چون به خانه حفصه رضی الله عنها رفت، او نیز سخن عایشه را رضی الله عنها را تکرار کرد و گفت وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که عسل خوردم، همسری پاکش پاسخ دادند که شاید زنبور عسل از گل معافیر غذا برداشته باشد، یعنی از گل آن درختی بدبوی که این قدر بوی بد دارد. حضرت رسالت بنا صلی الله علیه و سلم بعد سخنهای شنیدن گفتند از این بعد عسل را برای خود حرام گردانیدم، دیگر هیچگاه عسل نخواهم خورد. در این اثنا این آیت کریمه نازل شد. در آن ندای الله تعالی به سوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به طرز ای پیغمبر ما رسید که این به مقام بلند و نزدیکتر بودن به الله تعالی و عزیز بودن پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دلالت میکند، زیرا مراجعت و خطاب الله تعالی به سوی دیگر نبی ها با افاده نامشان صورت می گرفت، به مثل ای ابراهیم یا موسی و غیره. خلاصه الله تعالی رسول خود را خطاب کرده فرموده است که ای پیغمبر ما، به خاطر رضا ساختن زوجه هایت چرا رزق و نعمت را که الله تعالی به تو نصیب داده است برای خود حرام گردانیدی؟ خطاب الهی برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بنابر مرتبه او و لطف و مرحمت خداوند بود. خداوند مغفرت کننده و مهربان و بزرگ است. او این عمل فرستاده خود را می بخشد و نمی گذارد که ماریه قبطیه یا عسل برای نفس او صلی الله علیه و سلم حرام کرده شده باشد. برادران و خواهران عزیز، روزهای نزدیک حتما برای شما آیت دوم سوره تحریم را پیشنهاد میکنیم. حتما به شبکه ما ابونه شوید و با ما باشید. الله هر یکی شما را در پناه خودش نگه دارد. السلام علیکم. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای آنهایی که نوکک به برنامه ما و به شبکه قرآن دستور عمل انسان پیوست شدید، در واقع آیت 1 و 2 سوره تحریم به نهایت یک مضمونش چنان است که به انسان تاثیر می بخشد و اگر شما خواستید که معلومات پرتر را تماشا کنید به شبکه زمانی دانستن داخل شوید. در شبکه یوتیوبی زمانی دانستن
ما اودیو کتابی آیت های سوره تحریم را پورتر پیشنهاد شما کرده ایم و شما میتوانید از اون بهره بر گردید، یعنی تماشا کنید. در واقع یک تأثیری خوب میبخشد و این لحظه من میبینم که الکی 28 نفر واردی برنامه ما شدند و ما آماده هستیم که آغاز کنیم. همه آنهایی که فکر میکنم در آنلاین هستند، آنهایی که شرایط داشتند، من فکر میکنم که الکی واردی برنامه شدند. و باری دیگر تکرار میکنم 585 76 86 این است گیم پینی بازی نوبتی که این لحظه ما و شما میتونیم در آن اشتراک کنیم و در واقع خیلی عادی و آسان است برنامه ما و هر یکی شما میتونید در آن اشتراک کنید و شما میبینید که 31 نفر این لحظه ها داخل به برنامه ما شدند. تشکر زیاد. مدیراتوران ما نوشته کردند حکمت تیوی اونجا نوشته کردند 5 8 5 7 6 8 6 خیلی خوب و آسان است برای فهمیدن. و 32 نفر این لحظه در برنامه ما اشتراک میکنند و از شما خواهش میکنم تماشابینان عزیز، آنهایی که ما رو تماشا میکنید شما مستقیما تماشا میکنید، لایک گذارید تا که دیگران نیست داخل شوند و دیگران نیست تماشا کنند و بیایید تا آن که به ما کسی خلال رساند ما بازی را آغاز میکنیم و هر کسی که دیرتر می آید یا اینکه هر کسی که می خواهد اشتراک کند در چت ما نوشته شده است. خب در چت ما نوشته شده است گیم پین، شما می توانید واردی برنامه شوید و من این لحظه آماده هستم و یک جای با شما آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول: قوم موسی را در قرآن چی می گفتند؟ بنی ابراهیم، بنی آدم، بنی اسرائیل، بنی یعقوب؟ جواب های شما. اینک ما 30 ثانیه وقت داریم و در مدت 30 ثانیه شما می توانید جواب درست را، رنگ درست را پخش کنید. من چت را می بینم که خیلی خوب چت فعال است. همگان جواب درست را می دانند، می نویسند. بله 25 نفر شما جواب درست گفتید. بله بنی اسرائیل. و بار دیگه تکرار میکنم در مورد موسی علیه السلام خیلی زیاد در قرآن معلومات آمده است، تقریبا در خیلی زیاد سوره ها. و چون چند روز پیش ما سوره فرقان، شعرا، النمل و سوره قصص را ثبت کرده بودیم و به نهایت زیاد نام موسی علیه السلام و بنی اسرائیل آنجا اشاره می شود. و بیایید می بینیم که به پیش گذشت در جای اول ابراهیم، شهریار، محمد، فروخ، صباحت، نام های نو را می بینم. خیلی خوب. و آنهایی که نوکک داخل شده در گیم پین نوشته شده شما می توانید به بازی داخل شوید، چون که نوکک ما آغاز کردیم و هر یکی شما می توانید اشتراک کنید و برد کنید. و ابراهیم شما را تبریک میکنم، شهریار، محمد، فروخ، صباحت، آنهایی که در جای اول هستند. سوال 2: هامان در زمان موسی بود و کی بود؟ هامان در زمان موسی زندگی میکرد و کی بود؟ پیغمبر بود، مشرک بود، دوریدگر بود یا پرزیدنت بود؟ جواب های شما. هامان. خب 30 ثانیه وقت داشتیم و خیلی خوب خیلی خوب 12 نفر. من از آن خرسند و خوشنود هستم که اکثریت در جواب درست میگوید. بله هامان در زمان موسی علیه السلام زندگی میکرد و بله مشرک بود، چون در چند آیت های قرآن
تاکید به تاکید آمده است. میخواستم کمی زیادتر درباره هامان گفته گذرم، اما من فکر میکنم که در پیش ما بعضی سوالها را آماده کردیم که با هم یک مضمون را میتید و من نمیخوام که کمک کنم به شما، به آنهایی که خودی حاضر اشتراک میکنند و دیرتر انشاءالله ما درباره هامان باز کمی زیادتر انشاءالله صحبت خواهیم کرد. کی بود، چی بود و چرا پرزیدنت بود. 5 نفر حتی گفتند که پرزیدنت بود و 8 نفر گفتند دوریدگر بود و ببینید که 7 نفر خیلی جواب خطا گفتند. و انا همین است طرز درست استفاده برنامه امروزه ما، چون اکثریت نمیدانستند و حتی از نادانی بعضی ها با نام مشرکان زمان گذشته از نادانی حتی نام فرزندشان را شاید میگذارند. چون من در اروپا شنیده بودم با چنین نام انسانی هست و می خاطر وقتی که ما میدونیم دیگر پرهیز میکنیم از چیزی درست و چیزی خطا رو میفهمیم. و کی به پیش گذشت بیایید ببینیم. مبارک شد در جای اول، حدیث صحیح جای دوم، صباحت، روستیک و اخی آنهایی که در جای اول قرار دارند و با 14 زینه بالا القاری برآمدند. تبریک میکنم شما را. سوال سیوم. فرعون گفت ای فلان برایم خشت بپز و مناره بساز. کی را گفت فرعون؟ هارون؟ صالح را گفت؟ هامان را گفت یا ای صابر گفت؟ فرعون گفت ای فلان برایم غشت بپز و مناره بساز. جواب پای شما رو من انتظار هستم. مرحمت. جواب درست رو میتوانید این واسه شما زیر کنید. اینک 22 نفر جواب درست گفتند. بله. فرعون گفت ای هامان برایم خشت بپز و مناره بساز. و این در سوره رقم 28 قصص آیت 38 بود. و من این لحظه میخواهم همان آیت رو یافتم، جستجو کردم ملکه و این لحظه من میخواستم برای شما خوانم، چون پیشتر گفتم که من کمی معلومات درباره همان هامان میدهم. و در سوره قصص آیت 38 فرعون گفت ای جماعت من برای شما معبود جز خود نمیشناسم و ای هامان برای من خشت بپز و بلند مناره بساز، شاید که از الله موسی با خبر شوم. هر آینه من دروغگویش میشمارم. یعنی این را فرعون میگوید. فرعون به سرلشکری خود هامان این گونه میگوید، یعنی مناره ساز که من با مناره برای ما نگاه کنم، چون من باور نمی کنم. الله موسی را میگوید. و در سوره قصص درباره، چون معنای قصص این داستان است، درباره فرعون و هامان و باز زیادتر معلومات آمده است. شما میتوانید که آن را جستجو کنید و خودتان مطالعه کنید انشاءالله. و مهمش 22 نفر جواب درست گفتند و 2 نفر گفتند که ای صابر هم گفتند. خب بیایید میبینیم که به پیش گذشت. جای اول صباحت، روستیک، اخی، حدیث صحیح و القاری آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید. شما را تبریک میکنم. فیض‌الدین را میبینم که پای هم بس سوال ما جواب درست گفتند و به جاهای نمایان کوشش دارند. سوال 4. قرآن در دوام چند سال نازل شده است؟ 23 سال، 25 سال، 12 سال، 30 سال. قرآن در دوام چند سال نازل شده است؟ در واقع سوال ها خیلی و خیلی عادی و آسان است. جواب های درست را در چت من نگاه میکنم.
34 نفر جواب گفتند و ببینیم 28 نفر جوابی درست گفتند و من مخصوص بعضی سوال ها رو دوباره تکرار میمونم از آن که در روزهای اولی که ما برنامه را آماده و آغاز کرده بودیم اکثریت جوابی خطا میگفتند و الحمدلله امروز ببینید که اکثریت جوابی درست میگویند و اقلیت خیلی کم نفران جوابشان نادرست است و این در ذهن ما در خاطره ما باقی میماند. و تماشا بینانی عزیز، من از شما خواهش میکردم همانهایی که این لحظه واردی شبکه قرآن دستور عملی انسان شده از شما خواهش میکنم که لایک گذارید تا که نوار ما و دیگران نیز رسیده رود و این یگان مشکل ندارد و آنهایی که این لحظه شما ما را تماشا میکنید این خواهش ما خواهش احترامانه ما است بر شما لایک مانید تا که دیگران تماشا کنند و همچنین اگر توانید پدرید کنید تا که دیگران نیز وارد شوند. آنهایی که همون دسته که لایک رو زیر نکردید پخش نکردید از شما خواهش میکردم تا که تشکر زیاد. الله از شما راضی باشد. خیلی خوب و بیایید میبینیم که به پیش برآمد و ما با شما دوام میدهیم. در جای اول صباحت، روستیک، اخی، حدیث صحیح و القاری آنهایی که در جای اول هستند و عبدالرحیم 4 زینه بالا برآمدید. تبریک میکنم شما را و اگر کوشش کنید شاید به قطار آنهایی که در جای اول هستند میبراید و مهمش جوابی درست را که دیدید شما باید که زود رنگی درست را پخش کنید تا که به زینه بالا برآید. همین است طرزی زودتر پخش کردن جوابی درست است و شما میتونید که به قسمتی بالا برآید. سوال پنجم، نام فرزند پیامبر زکریا چی بود؟ یوسف، یونس، هارون یا یحیی؟ جوابی درست شما. نام فرزند پیغمبر زکریا چی بود؟ من چت را نگاه میکنم، چت خیلی فعال است و جوابای درست نیست است و 29 نفر به ما جواب درست گفتند. بله، یحیی بود نام فرزند پیغمبر زکریا. و من چت را میخونم. چند نفر اول نورعلیف جوابی درست گفتند، صدرالدین شهابوف جوابی درست گفتند، مسلمه رستمова جوابی درست گفتند، عبدالله رحیموف جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. میبینیم که به پیش برآمد. چون پیشترش صباح در جای اول، روستیک، اخی، حدیث صحیح، القاری و 12 نفر اولی ما به 3 سوال آخرانی ما جوابی درست گفتند. آنهایی که کمی در پایان هستند آنها نیز جوابی درست گفتند. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. سوال 6، نام نمازی که بنده از الله طلب حل مسئله درست را در این یا آن سوال میکند چی نام دارد آن نماز؟ تراویح، تهجد، ویتر یا استخاره؟ نام نمازی که بنده از الله سبحانه و تعالی طلب حل مسئله درست را میکند در این یا در آن سوال؟ خب میبینم که همگی 1 2 3 4 5 6 جوابی درست در چت دیدم، ولی آنهایی که در برنامه ما اشتراک میکنند آیا ببینید. خیلی خوب، خیلی خوب. 16 نفر جوابی درست گفتند. بله، نماز استخاره است و 16 نفر دیگر تهجد گفتند. 3 نفر گفتند ویتر گفتند، اما جوابی درست نماز استخاره است. و من در همین موضوع حدیث و همچنین باز چند روایات داشتم. انشاءالله آن را روزهای نزدیک ما تیار میکنیم و آن را پیشنهاد شما میکنیم. شما میتونید تماشا کنید، چون در کتاب باغ نکوکاران من در همین موضوع خونده بودم و این سوال ها را باشد از
داخل ویکتورین کردیم و جواب درست نمازی که بنده از الله سبحانه و تعالی طلب میکند اوید این یا آن سوال، یعنی که خودش نمیداند که چی باید انتخاب کند، باید نماز استخاره خواند و انشالله الله یگان راه نشان میدهد آیا درست است این کار و کدام کار هم در دنیا و هم در آخرت به انسان فایده میآورد. و ببینید 16 نفر جواب درست گفتند و بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. صباحت، القاری، ابراهیم، شهریار، حکمت و آنهایی که در جایهای خوب، جایهای پیش قرار دارند. سوال هفتم، نام اولین زنی که شهید شده است: ساره، سمیه، صفیه، گلغنچه. نام اولین زنی که به شهادت رسیده است. بله، اگر نمیدونید به چت نگاه کنید، چون در چت تقریبا که جواب خطا نیست. خیلی خوب، خیلی خوب. بله، 27 نفر جواب درست گفتند. اولین زنی که شهید شده سمیه و واقعا امروزها این نام خیلی زیاد هم شده است بین دختران. اکثریت سمیه نام میگذارند دختران خودشان را با نامهای صحابگان. خیلی خوب و خیلی کم جواب خطا گفتند. فقط 2 نفر گفتند که گلغنچه. و باید گذاریم ببینیم که به پیش گذشت و سوال دیگر. صباحت، القاری، ابراهیم، شهریار، محمد امین آنهایی که در جای اول هستند و القاری پی هم به 7 سوالی ما، یعنی که به همه سوال های ما جوابی درست گفتند. شما را تبریک میکنم. و آنهایی که میخواهند خودی حاضر داخل شوید، گیم پین را نوشته کردند، شما میتوانید با همان گیم پین داخل به برنامه ما شوید و دانش خودتان را سنجید. سوال 8، نام پسران پیامبر صلی الله علیه و سلم: عبدالله، علی، سلمان، عمر، قاسم، حسن، یا اینکه قاسم، عبدالله، ابراهیم، یا اینکه حسین، حسن و علی. کدامش وریانتی درست است؟ مرحمت انتخاب کنید. نام های پسرانی محمد صلی الله علیه و سلم. میبینم که چت ما فعال است و اکثریت حتی جوابی درست هم میگویند. بله، 27 نفر شما جوابی درست گفتید. شما رو تبریک میکنم. قاسم، عبدالله و ابراهیم پسرانی که محمد صلی الله علیه و سلم داشتند و کمترین جوابی خطا گفتند. آنهایی که میخواهند باز معلومات زیادتر پیدا کنند، شما حتما که میتوانید در این معلومات ها معلوماتی صحیح است، یعنی شما میتوانید در هر جایی که جستجو کنید جوابی درست را حتما که میابید. میبینیم که به پیش گذشت. صباحت در جای اول، القاری، ابراهیم، شهریار، محمد امین. خیلی خوب، نام های نو رو میبینیم. صباحت در جای اول شدند و همچنین شهریار، ابراهیم، آنهایی که نام های نو هستند، و القاری، محمد امین همیشگی کوشش میکنند که در جایهای اول باشند، در پیش باشند. نام دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم: زینب، رقیه، کلثوم، فاطمه، ساره، فاطمه، خدیجه، عایشه، امینه، سمیه، زینب، یا اینکه مریم، آمینه، ثریا و زحل. اینک کدامش درست است؟ شما جوابهای خودتان را درستش را پخش کنید. نام دختران محمد صلی الله علیه و سلم. و 26 نفر این لحظه به ما جوابی درست گفتند. بله، زینب، رقیه، کلثوم و فاطمه دختران
پیامبر صلی الله علیه و سلم و چت زود میرود تا خواندنش برای من خیلی مشکل است، ولی اکثریت جوابی درست گفتند. اما من میفهمم نوشتن خیلی مشکل است، یعنی که سه نام چند کلمه است و این نوشتنش خیلی مشکل است. از این خاطر شاید که شما مشکل کشیدید و من فکر میکنم که اشتراک کردن در برنامه دانش و سنجش ما نسبتا آسان، چون تنها شما باید که یک تگمچه تلفن موبیلیتون یا پلانشت را پخش میکنید و شما به جایهای نمایان میبرید و طرز اشتراک کردن در برنامه ما خیلی عادی و آسان است. هر یکی شما میتونید اشتراک کنید و من این لحظه باری دیگر نشان میدم. در کنار من شما میبینید به همین سایت داخل میشوید و kahoot.it در جایی که گیم پین نوشته می شود، گیم پین ما در چت نوشتیم، آن را نوشته میکنید، لاگین خودتان را نوشته میکنید، یعنی نام خودتان با خودتان تخلص انتخاب میکنید و داخل به برنامه ما میشوید و اشتراکچی میگردید و برنامه ما زنده مستقیما این لحظه صدا میگیرد و ثبت آن را شما میتوانید در شبکه قرآن دستورالعمل انسان انشالله که تماشا کنید و فراموش نکنید تماشابینان عزیز، بعد از برنامه ما میتوانید به دیگر شبکه های ما داخل شوید و تماشا کنید. به شبکه حکمت تیوی داخل شوید، آبونه شوید، حتما آبونه شوید چون معلومات های زیاد است و چون در سوالنامه اول ما در مسئله فالبین و سحرگرها صحبت کرده بودیم، اما یک چند سلسله برنامه در شبکه حکمت تیوی داریم. شما میتوانید که پورتر مفصل آن را تماشا کنید تا از بعض گمراهی، از بعض نادانی و از همان ورطه هایی که ما را بابایان و خوب بیبی هامان شاید گفته بودند و نقل میکردند از آن بیرون شویم و از سحرگر و از فالبین و از این گونه مشرکان دور باشیم و آنها را نیز نصیحت کنیم که توبه کنند. و وقتی که شما آن نوار را تماشا میکنید با دلیل ها، حتما که معنایش را میفهمید چون به زبانی خیلی عادی و آسان فهم و با دلیل ها استادان فهموندند. و این خاطر انشاءالله که شما حتما به شبکه های دیگری ما ابونه میشوید و برنامه های ما را تماشا میکنید. و خب بیایید میگذاریم به سوال آخران. صباحت در جای اول، القاری، ابراهیم، شهریار، محمد امین، آنهایی که در جای اول هستند و فاروق باشد. پای هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتید. من شما را تبریک میکنم فاروق. و میبینم که اینجا تماشابینان ما کمی دیرتر هم آمدند. خب سوال آخران میگذاریم. نامی نفری که میخواست محمد صلی الله علیه و سلم را به قتل رساند اما خود مسلمان شد. سلاله، سمامه، سرباز، ابوبکر. کی است آن نفری که میخواست محمد صلی الله علیه و سلم بهترین انسان ها را نیتی قتل داشت اما خودش مسلمان میشود؟ سلاله، سمامه، سرباز، ابوبکر. کی بود؟ 18 نفر به ما جوابی درست گفتند. بله، سمامه، اون نفری که میخواست رسول الله صلی الله علیه و سلم را به قتل رساند. چون یک روز سمامه از مکه به مدینه می آید با نیت کشتاری بهترین انسان ها و عمر الله از او راضی باشد سمامه رو دستگیر میکند. میگوید به چه خاطر تو اینجا آمدی؟ میگوید من میخواستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به قتل رساند. در حال وی را به یک ستون میبندند و وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم می آید میبیند که در ستون بسته شده است، میگویند که این را یگان طعام دادید؟
عمر رضی الله عنه غضب‌آلود میگوید یا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی ها میگوید؟ این نیت داشت که شما را به قتل رساند. شما این مؤمن نیست، این مسلمان نیست، شما در موضوع خوراک میگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید خانه من روید و از خانه من خوراکی که من میخورم آن رو بیارید. از آن خوراک میبیارند و به سمومه تناول میکند. و قصه کوتاه از این گونه رفتاری نیک انسان، بهترین انسان ها محمد صلی الله علیه و سلم سمومه اسلام رو خود قبول میکند. و پرتر در این موضوع در شبکه حکمت تیوی ما برنامه داریم و شما میتوانید تماشا کنید و واقعا یک تاثیر بخش است. چگونه انسان مشرک، چگونه انسانی که میخواست انسان رو به قتل رساند، از دیدن خصلتی نیک، از دیدن یک خصلتی ناتکرار انسانی خودش اسلام را قبول میکند و میگوید آخران سخنی سمومه چنین بود که وقتی که من سفر میکردم به اینجا با نیت کشتار محمد صلی الله علیه و سلم، دشمنی بهترینی که من میشناختم این رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. میگوید که اکنون میگوید بعد از آن که اسلام را قبول میکند بهترین انسان نیست که من دوستش دارم، این رسول الله صلی الله علیه و سلم. به این خاطر شما میتونید انشالله خب پرتافتند اینجا مدیراتوران ما سلکه آن برنامه رو شما میتونید داخل شوید و مفصل تماشا کنید و بیایید اکنون ببینیم کی به پیش گذشت و کی در جای اول قرار دارد. این لحظه جای سیوم حکمت تیوی صمیمانه تبریک میکنم شما را. جای دوم ابراهیم و جای اول صباحت. من شما را تبریک میکنم آنهایی که در جایهای اول. محمد امین و القاری در جایهای نمایان قرار دارند، آنها نیست. و جای اول صباحت، جای دوم ابراهیم و حکمت تیوی در جای سیوم قرار دارند. شما را من صمیمانه تبریک میکنم. خب اینجا خواهش کردند که یک باری دیگر تکرار کنیم. بیایید تکرار میکنیم. کسی که به بالا برآمد به جایهای اول، حکمت تیوی در جای سیوم، ابراهیم در جای دو و در جای یکم صباحت و محمد امین و القاری نیز در جای 4 و 5 قرار دارند. شما را نیز تبریک میکنم. و تماشابینان عزیز، دوستان گرامی، همه آنهایی که با ما هستید از شما خواهش میکنم که در نهایت باز لایک مانید، چون تکراری برنامه برای دیگران نیست رسیده رود، دیگران نیست تماشا کنند انشاءالله و ما روزهای نزدیک باز برنامه را آماده میکنیم. شاید که در بین هفته یکی از برنامه ها را آماده کنیم و پیشکی انشاءالله ما در این موضوع اعلان میکنیم که برنامه پیشنهاد شما کرده می شود و شاید قسمت دیگر را روز یک شنبه باقی گذاریم. شاید شنبه و یک شنبه نه، بلکه یکی در بین هفته می شود و یک برنامه دیگر در روزی یک شنبه انشاءالله. و تماشابینان ما اکثریت خواهش کردند که وقتی برنامه رو کمی دورتر مانیم. ما چون پیشتر نیست پرسش گذرانیده بودیم و وقتی درست را انتخاب کرده بودیم، گفته بودیم که ان همین وقت ساعت، یعنی ساعت 19 با وقت مسکو، 21 با وقت دوشنبه و 17 با وقت اروپا مساعد بود به همه. به همین خاطر ان همین وقت ساعت را انتخاب کرده بودیم و انشالله من باز آنگونه پرسش را در صاحب شست میمونم و میبینیم کدام وقت شاید اگر که برای شما وقتی دیرتر اگر موافق باشد، شاید که وقتی زمستانه است دیرتر انشالله که آغاز میکنیم و انشالله تماشابینان عزیز ما باز پگاه ساعت 19 وقتی مسکو، 21 وقتی دوشنبه
و با ساعت 17 وقتی اروپا با شما انشالله که در شبکه قرآن دستور عمل انسان و میخوریم. الله نگهبانی هر یک شما باشد و شما را حفظ کند تا واخره دیگر خانواد و سربلند باشد. به شبکه های دیگری ما حتما آبونه شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. امروز نیز برنامه ما زنده مستقیما پیشنهاد شما می شود و ما و شما به مثل هفته های گذشته سوال های خیلی و آسان و عادی را انتخاب کردیم تا که یک معلوماتی خوب امروز گیریم یک جای با شما تا که توانیم امروز نیز روزمان را شاممان را پر برکت گذرانیم انشاءالله. و تماشابینان عزیز، من این لحظه الکی کد را آماده کردم. گیم پین را من این لحظه اعلان میکنم، شما نوشته کنید و آهسته آهسته وارد شدن گیرید و تا داخل شدن شما به بازی دانش و سنجش ما می توانیم یک نواری کوتاه از شبکه حکمت تماشا کنیم و همه آنهایی که این لحظه پیوست شدید و ما را تماشا میکنید، از شما خواهش میکنیم لایک مانید تا که تماشابینی ما زیاد شود، تا که آنهایی که میخواهند با شما رقابت کنند زیادتر پیوست شوند. و دفعه گذشته به ما گفتند که اعلان کنیم چگونه میتوانید شما وارد برنامه ما شوید و اشتراک کنید و این لحظه من یک بار دیگر گفته میگذارم در کنار من شما میبینید چگونه طرز وارد شدن به kahoot.it است و شما از تلفن موبیلتان به kahoot.it داخل میشوید و با واسطه کامپیوتر یا اینکه با واسطه تلویزیون در یوتیوب میتوانید ما را تماشا کنید و کد را چنانکه که من گفتم کد را من اعلام میکنم، شما با واسطه آن همان کد داخل برنامه میشوید. خب کد را در خواهش میکردم که در چت نوشته نکنید، تنها من اعلان میکنم با حرف ها مدیراتور نوشته میکنند و شما میتوانید با واسطه آن داخل برنامه شوید. 254 28 68 کدی اولینی برنامه ما.
254 28 68.